امروزها دیخانان خوجگی به نام دزرژینسکی شهر حصار نیز به تخم پروری مشغول بوده با عالمان اینستیتوت اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان همکاری می‌نمایند. سال جاری در زمین‌ها یک چند نمود تخمی پنبه‌دانه را برای تجربه کش نموده حالا به جمع‌آوری آن شروع نمودند. در خوجگی مذکور طرز کارگزاری درست به راه آمده شده، سهمداران سری وقت از مزد مهنتشان برخوردار می‌گردند. طور اطلاع داده شد در کارهای صحرایی ساکنان دهات نیز به جمع‌آوری حاصل پخته همراه شده تا 100 کیلوگرمی پخته جمع‌آوری می‌نمایند. از آغاز چینش پخته در خوجگی به نام دزرژینسکی همروزه بیش از 5 تن حاصل جمع‌آوری کرده می‌شود. پخته در جمهوری یکی از زراعت‌های اساسی به شمار می‌رود. چنانه که به همگان معلوم است، امسال نظر به سال گذشته یک قدر در جمهوری سایه پخته‌کاری به پیشروی شده ایستاده است. در انستیتوت زراعتکاری اساساً من همین سال 2016 نوی فراوان 20 نوحه بندی شد. در اقلیم شمال باشد نوی زحل، نوی تیزپور. امسال 3 نوی پخته میانخ در جمهوری نوحه بندی شد. البته سهم علما در این اختراع این نوها زیاد است. من چونه که با معلوم است دیده ایستاده در پرورشگاه آزمونی ایستادیم. اساساً نوهایی که اختراع شدند اکنون علم به حرکت کردن در کار که انتخاب کردن در کار نیوهوله. اگر حوزی ما از همین معلوم شد که علاقه ما 20 تا 25 سنتینر یک چینش به علاقه ما گرفته ایستادیم و باقی مونده کاره که مونده است البته حاصل یک 10 سنتینر انتظاری علاقه با هست. این علاقه نوهای تیزرس که می باشند علاقه ما اینو در نیمه ماه اکتبر پورا از زمین خالی کرده حتما شدگار کردن ضرور است. اکنون من میخواستم که این نوها اصلا نوهای تیزرس که می باشند خصوصا در اون نوهایی که جمع حرارت گرمی کمتر است خصوصا وادی حصار من قسما نوحه خراسان نوحه واسه کولاب قسما یوان اون نوعی که داریم اختراع کرده شده است نوع دوستی اینها میونه پذیرش حاصل می باشند در اقلیم ولایت ختلان در تمام نوعها این مطابق شده است البته کش کرده می شوند. از تجربه دیخانی پیداست که کشتی پخته در اینجا نشونمایی خوب دارد. از این رفتی قونوچین طلای سفید زیر نظارت ستاد که در نزد انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار عمل میکند قرار دارد. همین من گفتنی هستم که آینده اگر شرایط شود نوهای داریم که نوی خصوصا دهقان نوی مهنت آنها برای ماشینی روانه کرده است. هجوم کورک می باشند در بدن این پخته میشکوفد تیزتر برای چیندن ماشین آسانتر است. ما میخواستیم که آینده این نوهای زیاد کنیم و امید داریم که نه بلکه در یک نوحه شهر حصار بلکه در تمام دیگر نوحه رفته نوهای خود را مثال معرفی کنیم. بعضی خوجگی‌هایی که هست مسئله تخم پروری به یاردم کنیم. من گفتنی هستم که اساسی پسروی حاصل این در سطح پس قرار داشتن تخم پروری. اگر ما تخم پروری رواج تیم روانه کنیم تمام متخصصیت تربیت کنیم یک پیشروی زیاد می شود. برای همین در انستیتوت بسیار جوانان هستند علاقه ما آنها رو همچون جوینده همچون اسپرانتون درس میتیم اونها تربیت کردیم در تمام سال رفته کار کردیم. کشاورزان خوجگی دزرژینسکی شهر حصار از سوای مساعد فصل تیرماه ثمرناک استفاده برده برای هرچه زودتر به انجام رساندن جمع‌آوری طلای سفید زحمت میکشند. گزارش خورشید علیمو بختیار قادرов از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید. Хорошо, что здесь